سلام. یه وقتایی ما خودمون از همه برای زندگی خودمون سمی‌تریم. چطور؟ وقتی که توانایی‌های خودمون رو نادیده می‌گیریم. وقتی که توانایی‌های خودمون رو کم می‌انگاریم. حتی وقتی یه کاری رو خوب انجام میدیم به نظرمون کاری که نکردم. وقتی که از ترس شکست دست به هیچ کاری نمیزنیم. وقتی که خواسته ها و خوشحالی دیگران رو به خواسته ها و خوشحالی خودمون ترجیح میدیم. وقتی که به خودمون نمیرسیم، به نیازمون به تنها بودن، به نیازمون به داد زدن، به گریه کردن. وقتی که باید دعوا کنیم، وقتی که باید حرف بزنیم، وقتی که باید خواستمون رو بگیم سکوت میکنیم. وقتی که زندگی خودمون رو با زندگی دیگران مقایسه میکنیم. وقتی که نیاز به کمک داریم و برای اینکه ناتوان جلوه نکنیم درخواست کمک نمی کنیم. هر کدوم از این ویژگی ها رو دارین، بدونید که برای خودتون سمی هستین. مراقب خودتون باشین، به خودتون احترام بذارین، دنیا براتون قشنگتر میشه.